امروز میخوایم راجع به راز جذابترین مردها حرف بزنیم. میدونی که جذابترین ویژگی یک مرد نه قیافشه، نه پولش، نه حتی زبون بازیش. اگه بهت بگم که کلید مغناطیسی شدن یه چیزیه که 99% مردا اصلاً بهش توجه نمی کنن، باور میکنی؟ یه چیز خیلی ساده ولی خیلی قوی که میتونه کل روابطت رو تغییر بده. حقیقت تلخیه، اما اگه بپذیریش جذابیتی پیدا میکنی که 95.7% زنها نمیتونن ازش فرار کنن. این یه بازی نیست، نه، این یه ترفندم نیست. این یعنی اینکه یاد بگیری چطوری خودت رو کنترل کنی. حالا بریم سراغ 5 اصل فلسفه رواقی که نه تنها ذهنتو تغییر میده بلکه باعث میشه زنها جذب اون شخصیت جدید و قوی تو بشن. شماره 1، کنترل احساسات. زنها به سمت مردایی جذب میشن که از نظر احساسی ثابت و متعادل باشن، مثل پروانه‌ای که سمت نور میره. حالا چرا اینطوری میشه؟ چون دنیا پر از هرج و مرجه. آدمای کمی هستن که مثل یه صخره محکم و آروم باقی میمونن. مارکوس اورلیوس میگه قدرت واقعی توی اینه که ذهنتو کنترل کنی، نه اتفاقات بیرونی رو. وقتی اینو درک کنی قدرت واقعی تو پیدا میکنی. مردی که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه مثل یه برگ توی باد میمونه، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اعتماد، دقیقاً مثل یک بمب ساعتی احساسی. اینا ویژگی مردای بی‌ثباته. حالا فکر کن هر بار یک مشکلی پیش بیاد تو سریع جوش بیاری، عصبی بشی و داد بزنی یا احساساتت رو بریزی بیرون. چه پیامی به کسی که باش هستی میدی؟ زنها اصلاً از مردهای احساسی خوششون نمیاد. اونا دنبال مردای قوی و آرومن که توی طوفان‌های زندگی محکم باشن. پس دفعه بعدی که حس کردی داری از کوره در میری، یه نفس عمیق بکش و از خودت بپرس این تحت کنترل منه یا نه؟ اگه نه، بی خیالش شو. همین کار ساده به مرور زمان از تو یه مرد غیر قابل شکست میسازه و همون انرژی آروم و مطمئن و جذابیت کشنده‌ای که لازمه برات ایجاد میکنه. شماره 2، اعتماد به نفس از خودکفایی میاد. یه حقیقت تلخ بهت میگم، نیازمند بودن زنها رو فراری میده. هیچ زنی نمیخواد مسئول خوشحالی، هدف یا ارزش تو توی زندگی بشه. یه فیلسوف رواقی میگه ثروت واقعی یعنی اینکه نیازهای کمتری داشته باشی، نه اینکه چیزهای بیشتری داشته باشی. حالا این فقط در مورد پول نیست، در مورد اینه که از نظر احساسی یه مردی باشی که برای احساس ارزشمند بودن به کسی احتیاج نداره. حالا فرض کن رفتی سر قرار و دختره میگه آخر هفته سر شلوغه. تو پنیک میکنی و فکر میکنی نکنه ازت خسته شده، یا خیلی خونسرد بهش میگی اوکی خوش بگذره و میری دنبال کار و زندگی خودت. کدوم رو انتخاب میکنی؟ مردی که به خودش متکیه، نیاز به تایید کسی نداره، برای خوشحالی به کسی وابسته نیست و دنبال اعتبار از بیرون نمیگرده. همین باعث میشه که اتفاقاً آدم‌ها دنبالش بیان، چون خودکفایی اعتماد به نفس میاره و اعتماد به نفس دقیقاً همون مغناطیسه. وابستگی کمتر، جذابیت بیشتر. عجیبه اما واقعیه. هرچی بیشتر بخوای کسی رو نگه داری، بیشتر از دستش میدی. آدما آزادی رو دوست دارن، به کسی که زیادی بهشون میچسبه حس خفگی پیدا میکنن. رواقی ها یه مفهومی دارن به اسم عدم وابستگی، یعنی چیزی که داری رو دوست داشته باش ولی هیچ وقت طوری وابستش نشو که نبودنش ازت یه آدم شکست خورده بسازه. سینیکا میگه خوشبختی واقعی یعنی لذت بردن از لحظه بدون اینکه نگران آینده باشی.
پس دفعه بعدی که توی یک رابطه هستی، به جای اینکه همیشه نگران باشی که قراره چی پیش بیاد، فقط از لحظه حالت لذت ببر. اینکه یک رابطه چقدر دوام میاره اصلاً مهم نیست. مهم اینه که تو همیشه خودت باشی، مستقل باشی و نگران از دست دادن کسی نباشی. چون وقتی استرس نداشته باشی و مدام چک نکنی که آیا هنوز دوستم داره، اون بیشتر بهت جذب میشه. شماره 3، رها کردن، آزادی و جذابیت بیشتر. تصور کن داری یه قهوه خوشمزه میخوری. حالا اگه کل مدت نگران باشی که اگه سرد بشه چی، اگه تلخ بشه چی، دیگه از اون قهوه لذت نمیبری. درسته؟ تو روابطم دقیقاً همینه. به جای وسواس روی آینده، از هر لحظه‌ای که با طرفت داری لذت ببر. نه اینکه مدام به این فکر کنی که اگه این رابطه نشه قراره چه اتفاقی بیفته. نه اینکه سعی کنی همه چیز رو کنترل کنی. وقتی یه رابطه حس آزادی بده، جذاب‌تر میشه. اگه با ایده رها کردن مشکل نداشته باشی، اضطرابت کمتر میشه، اعتماد به نفست بالا میره و ناخودآگاه جذابتر میشی. شماره 4، هدفت رو بچسب، نه تایید بقیه رو. حالا یه سوال مهم، تو برای خودت زندگی میکنی یا برای خوشحال کردن بقیه؟ خیلی از مردا توی رابطه خودشون رو گم میکنن، چون خوشحالی طرف مقابل رو از هدف و زندگی خودشون مهمتر میبینن. حقیقت تلخ اینه که این کار یه نسخه قطعی برای افسردگی و دلزدگی از رابطه شماست. مارکوس اورلیوس میگه به جای اینکه بحث کنی مرد خوب چه شکلیه، خودت مرد خوب باش. یعنی چیکار کنی؟ این کار رو بکن، هدفت رو پیدا کن، ارزش‌هات رو مشخص کن و بدون توجه به نظرات بقیه توی مسیر خودت حرکت کن. فرض کن یک مرد رویاهاش رو ول کنه و فقط برای اینکه عشقش خوشحال باشه دنبال اون بره. اولش شاید عاشقانه به نظر بیاد، اما در طولانی مدت حس میکنه که خودش رو قربانی کرده و سرخورده میشه. حالا یه مردی رو تصور کن که هدفش رو دنبال میکنه، رویاهاش رو زنده نگه میداره و با جسارت مسیر خودش رو میره. مسلماً این مرد جذابتره، چون نیاز به تایید کسی نداره، میدونه چی میخواد و دقیقاً به سمت همون حرکت میکنه. این سطح از استقلال یه کشش مغناطیسی داره که نمیشه نادیدش گرفت. پس یه وقت هدفت رو فدای تایید بقیه نکنی یا تو نیومدی که همه رو خوشحال کنی، اومدی که خودت یک زندگی ارزشمند رو بسازی. شماره 5، قدرت واقعی توی صداقت و آسیب پذیریه. یه چیزی که به مردا گفته شده این هستش که اگه قوی باشی نباید احساساتت رو نشون بدی، ولی این اشتباهه. سینکا میگه گاهی حتی زنده موندن یه عمل شجاعانه است. قدرت واقعی این نیستش که هیچ وقت احساست رو نشون ندی. قدرت واقعی اینه که شجاعت داشته باشی که خود واقعیت باشی. حالا فکر کن یه مرد اعتراف کنه که همه جوابها رو نداره، اما آماده است که یاد بگیره و رشد کنه. همین صداقت و تواضع 100 برابر جذابتر از کسی هستش که الکی فیلم بازی میکنه که همه چیز رو میدونه. لزومی نداره همیشه نقش آدم بی احساس و سنگ رو بازی کنی، بلکه با اعتماد به نفس نشون بده که یه انسان واقعی هستی که رشد کردن براش مهمه. زنها آدمهای واقعی میخوان، نه یه ربات بی احساس. شروع کن یه چیز شخصی رو با کسی که بهش اعتماد داری به اشتراک بذار. یه ترس، یه آرزو، یه درسی که از زندگیت یاد گرفتی. متوجه میشی که آسیب پذیر بودن نشونه ی ضعفت نیست، بلکه تو رو واقعی تر و جذاب تر میکنه. توی این ویدیو یاد گرفتیم کنترل احساسات تو رو آروم و مطمئن نشون میده. خودکفا بودن اعتماد به نفس طبیعی بهت میده. وابستگی کمتر، آزادی و جذابیت بیشتر. داشتن هدف تو رو غیر قابل مقاومت میکنه.
صداقت و آسیب‌پذیری جذابیت واقعی رو بهت برمیگردونه. وقتی این اصول رو توی زندگیت پیاده کنی، آدمای درست خودشون جذب تو میشن. نیازی نیستش که دنبال کسی بدوی، چون تو خودت اون آدمی میشی که آرزوی بقیه است. حالا نوبت توه. کدوم یکی از این اصول برات جذابتر بود؟ توی کامنت ها بگو و اگه از این حرفا خوشت اومد لایک کن و سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که از محتوای بعدی جا نمونی. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.